Hello everybody, welcome to Parson English. Today we want to educate the words. سلام به پرسانی های عزیز، خوش اومدیم به پیجمون. امروز میخوایم که کلمات رو به شما آموزش بدیم. مثل زبان فارسی، زبان انگلیسی هم اقسام کلمه داره. Part of speech. Part of speech یعنی اقسام کلمه. اولین قسمت کلمه noun هست. noun یعنی اسم. اینجوری تعریف میکنیم. name of a thing or person. اسم یک شخص یا اسم یک چیز، یک وسایل که با علامت اختصاری n داخل پارانتز نشونش میدیم. پس بهش میگیم noun اسم. اقسام کلمه بعدیمون adjective هست. adjective یعنی صفت. میگیم describing words. adjective ها describing words هستن، یعنی کلمه هایی که توصیفی هستن، یه چیزی رو توصیف میکنن، درباره یه چیزی دارن صحبت میکنن. adjective ها رو با علامت اختصاری adj داخل پارانتز نشون میدیم. کلمه بعدیمون verb هست. verb یعنی فعل. verb ها doing words هستند. doing words یعنی کلمات عملی رو میگیم verb، فعل میگیم و با حرف اختصاری v داخل پارانتز نشونش میدیم. کلمه بعدی adverb هست. adverb یعنی قید. a word that modifies an adjective, a verb, a noun and etc. یک کلمه ای که modify یعنی اشاره میکنه به یک adjective یا به یک verb یا حتی به یک noun، به یک اسم اشاره میکنه. و adverb رو با حرف اختصاصی adv داخل پارانتز نشون میدیم. توی انگلیسی 99% ادورب ها به این شکل هستن که adjective رو می نویسیم، کلممون رو می نویسیم. مثلا quick یعنی سریع. خب بهش ly اضافه می کنیم، میشه quickly. I can run quickly. من میتونم بدوم با سرعت. با سرعت قیده، برای ما ادورب هست، حالت یک اکشن رو به همون نشون میده. البته گفتم 99% مواقع الوای میگیره. بقیه مواقع ها اصلا الوای نمیگیره، حتی مدلش هم فرق داره. انشالله تو درس های آتی در مورد این هم صحبت خواهیم کرد. یکی از مهمترین اقسام کلممون هم preposition ها هستند. preposition یعنی حرف اضافه ما توی فارسی هم داریم، مثل در، با، به، برای، از، روی، زیر. اینا حروفات اضافه هستند. توی انگلیسی هم مثل این یعنی داخله، آن یعنی روی، under یعنی زیره و الی آخر که خیلی هستن، بشمونیم اینجا تموم نمیشن. کلمه preposition رو اگه میخوایم به حالت اختصاری نشون بدیم، 4 تا حرف اولش رو داخل پارانتز میندازیم، یعنی prep رو میذاریم داخل پارانتز، میشه یک حرف اختصاری از preposition. و اما برای هر کدومش یه مثال بزنیم. برای اولی که گفتیم noun اسم هست، درسته؟ مثل چی؟ مثل کامپیوتر، مثل تیبل، کامپیوتر، میز. مثل علی، سارا، اینا همشون noun هستن، اسم هستن. adjective صفت معمولا تمامی رنگ ها، سایز ها صفت برامون محسوب میشن. سایز مثل تال، قد بلند، یه دونه صفت برامون محسوب میشه. و کالر ها رو که توی درس قبلی خونده بودیم همشون adjective هستن. تمامی کالر ها adjective هستن. و اما verb گفتیم doing words هست، کلمات عملی هستن، یه چیزی رو که ما داریم انجام میدیم، مثل eat خوردن، مثل look نگاه کردن. شما الان داریم به صدای من listen میکنین، مثل listen یک وربه، یک کاریه که دارین انجام میدین. برای adverb هم که مثال زدیم، مثل quickly،
slowly به آرامی. I can drive a car slowly. من میتونم ماشین رو آروم برونم، به آرامی برونم. slowly میشه adverb. و اما preposition مثلا میگیم که the computer is on the table. computer is on the table. on میشه اینجا preposition ما. و اما تو این درسمون بیشتر تکیه داریم روی ناون ها. میخوایم که یه چند تا ناون ببینیم، با یه چند تا ناون آشنا بشیم. حرف اولمون یعنی کلمه اولمون پن هست. پن یعنی خودکار. Which part of speech does it have? Which part of speech does it have? کدوم part of speech رو داره؟ noun هست. excellent. اسم یک وسیله هست پن. پس این میشه noun. pencil یعنی مداد. دوباره it's a noun هست. اسمه. خب ما درس قبلیمون رنگ ها رو یاد گرفته بودیم. درسته؟ اگه اول رنگ رو بیاریم بعد اسم این وسیلمون رو بیاریم میتونیم یه جمله کامل درست کنیم. یعنی میتونیم بگیم it's a blue pen. it's a blue pen. یا میتونیم بگیم it's a blue pencil. it's a blue pencil. پس توی این اسلایدمون پن خودکار، پنسل مداد، اینا رو یاد گرفتیم. اسلاید بعدیمون pencil case یعنی جامدادی. ruler یعنی خطکش. خب اگه ما بخوایم در مورد خطکش صحبت کنیم اول رنگش رو میگیم بعد اسمش رو میگیم it's a yellow ruler. it's این هست a یه دونه yellow زرد ruler خطکش. it's a yellow ruler این hast یه خطکش زرد رنگ. و اما در مورد جامدادی it's a brown pencil case. it's a brown pencil case این هست یه جامدادی قهوه‌ای رنگ. brown یعنی قهوه‌ای. بقیه‌اش هم که میدونید. و اما اسلاید بعدیمون eraser یعنی پاک‌کن. book کتاب. خب هر کدومش پارت آف اسپیچ هاشو دیگه شما میدونین دیگه. ناون هست. جفتش هم ناون هست. چون که eraser هم به یک اشیا اشاره داره. book هم که اسم کتاب هست. کتاب میشه noun. خب میتونیم بگیم it's a book. چون اینجا رنگش واضح نیست دیگه نمیتونیم در مورد رنگش صحبت کنیم. رنگ جلدش منظورمه. باید بگیم it's a book. it's a book. این هست یک کتاب. و اما در مورد eraser دو تا رنگ داره. باید بگیم it's a blue. یه دونه blue هست یه دونه پینکه. باید بگیم it's a blue and pink eraser. it's a blue and pink eraser. این هست یک eraser صورتی رنگ و آبی رنگ. اسلاید بعدی در مورد بگ. بچه هر مدل کیف رو ما میتونیم بگ بگیم. حالا کیف دوشی، کیفی که بچه ها میبرن مدرسه، تمامی اینا اسم اصلیشون بگ هست. بگ کیف. ویندو پنجره. Again, which part of speech do they have? کدوم part of speech رو دارن؟ برو و جفتشونم noun هستن. Well, it's a black bag. it's a black bag. کیف مشکی هست. این هست یک کیف مشکی. it's a window. این هست یک پنجره. حالا اگه بخوایم رنگش رو بگیم پنجره سفیده. میتونیم بگیم it's a white window. خب امیدوارم که از آموزش امروزمون لذت برده باشین. لطفاً پیج ما رو سابسکرایب کنین، ازمون حمایت کنین تا انگیزه بیشتری داشته باشیم براتون تولید محتوا کنیم. انشالله با یک درس دیگه در خدمتتون خواهیم بود. See you the next session. Goodbye. Take care.